دوستان خیلی خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو میخوایم بهتون بگیم که چگونه میتونیم این دنس رو این دنس رو به صورت دائمی دریافت کنید. امیدوارم از این ویدیو بیاد لایک فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو خفن. Let's go. ما وقتی وارد این بخش بشیم اینجا میگه اینجا نوشتهش مأموریت قراره به صورت رایگان وارد باشه و ببینیم اینجا که این دنس با این موز داده نوشته کالبک. ما باید 8 تا 4 تا اکانت جدید بزنیم و داخل اون اکانت ها نریم به اکانت خودمون فرند بدیم و دیگه داخل اون اکانت ها اصلا نریم تا وقت که این بیاد. بعدش با اون اکانت ها بازی باید کنیم تا بتونید این دنس رو بگیرید. و اگه هم که اکانت دارین که دیگه اصلا لازم نیست داخل اون اکانت رو بریم و وایسیم تا این بیاد و وارد شین و دریافتش کنیم. باید 8 تا ایمیل جدید بزنین، 8 تا 4 تا. بعدش وارد اونو نشین به اکانت خودتون فرند بدین و بگیریم و با اکانت خودتون بازی کنین و بگیرین دنس و خفن. و این دنس هم از این دنس هم فقط همین جوریه، دائمیه نمیدش و نمیشه. دوستان بعدش یه جزئیات آفر هم میخوام بهتون بگم. آفر که من 80% خوردم. دنس رو به هیچ عنوان از آفر نگیرین چون که رایگان میخواد بیاد. فقط فیفا آورده که سر بعضی‌ها رو کلاه بذاره که اون دنس رایگان میاد به صورت کالبک. دوستان اینجا هم داخل این بخش هم زمینه آفر هست و بیزون اینجا 60 تا اینکوباتور، کارت کاستوم، بنر، باکس اینجا هم اسکریپت و پروفایل و لامبو باکس یونیتی ساکورا میبرم. بگم بنر هست و بنر کارت تغییر اس. اینجا هم دوباره 60 تا اینکو و اینجا هم باکس هست و اینجا هم کوله پشتی، اینجا پروفایل، اینجا هم باکس و اونجا هم باکس. دوستان اینم بود از این ویدیو امروزمون. امیدوارم خوشتون نمیشه. تا ویدیو دیگر خدا نگهدار.